اگر شما هم تولید کننده محتوا هستید 100% زیرنویس داشتن محتوایتان ضروری است. در این ویدیو قرار است که یک برنامه رو براتون معرفی کنم که بتونید به طور رایگان ویدیوهاتون رو زیرنویس کنید. پس با من باشید تا آخر ویدیو. السلام علیکم، باشم ان شاء الله که صحتمند باشید. من جاوید 610 هستم. خوش اومدید به کانال جاوید 610.1. من عکاس ویدیو ادیتور و ریتاشر هستم. امروز در خدمت شما هستم با معرفی کردن یک برنامه به نام سابتایتل ادیت. این برنامه برای شما کمک میکنه به طور رایگان ویدیوهاتون رو زیرنویس کنید به هر زبانی که خودتان میخواین. فارسی، انگلیسی، اسپانیایی، ایتالیایی، هر زبانی که شما خودتان خواسته باشین. قبل از میخوایم براتون بگم که این برنامه فقط به بار اول ضرورت به اینترنت داره و بعد از میتونید به صورت آفلاین هم ازش استفاده کنید. پس وقت زیاد تلف نکنید، میریم به سمت ویدیو. یادتون نره که کانال حتما سابسکرایب کنین و اگر دکمه لایک بزنین از من حمایت میکنید. بریم. دوستان برای دانلود کردن برنامه فقط کافی است شما برید در سایتی که ما در لینکش در دیسکریپشن براتون میمونم. وقتی که وارد سایت شدین سر گزینه دانلود لاست ورژن اف سابتایتل ادیت انتخاب کنید که شما را انتقال میده به یک صفحه گیت هاب. اینجا شما هر چقدر پایینتر برین ورژن های قدیمی تر این برنامه هم وجود داره، ولی ما آخرین ورژنش هم میخوایم. بعد از گزینه سابتایتل ادیت زیپ انتخاب میکنیم که برنامه ما دانلود شه. اندازش 10 مگابایت است، خیلی حجم زیادی نداره خود برنامه. منتظر میمونیم تا دانلود شه. بعد از اینکه برنامه دانلود شد فایل فشرده زیپ است، داخلش باز میکنیم و فایل اصلی خود اکسترکت یا خروجی میگیریم در روی دسکتاپ خود. حالا شما میتونید هر جایی که خواستین خروجی بگیرید. سر برنامه دوبار کلیک میکنیم، فایل exe گزینه yes را میزنیم. بعد از زبان خود برنامه رو انتخاب میکنیم که با چه زبانی میخوایم برنامه ما باشه. اوکی میکنیم. سیستمش سر دیفالت میمونیم، تغییرش نمیدیم. نکست و اینستال میدیم. من قبلا این برنامه رو اینستال کردم بچا، پس ضرورت نیست دوباره اینستالش کنم. بچا بعد از اینکه برنامه رو نصب کردیم من برنامه رو باز میکنم. در قسمت سمت راست برای ما ویدیوی ما رو نشان خواهد داد در آینده و در قسمت پایین هم برای ما متن و تایم دیوریشن هاش برای ما نشان میده. در قسمت سمت چپ برای ما تایم شروع متن، پایان متن، زمان متن و خود متن نشان میده. بعد از اینکه شما برنامه رو دانلود کنین و نصب کنین فقط یک چند تا برنامه یا پلیر کوچک خودش دانلود میکنه که حدوداً 1 مگابایت یا 2 مگابایت بیشتر حجمشان نیست، خیلی حجمشان بالا نیست. سر گزینه سمت راست جایی که سیاه کلیک میکنیم و ویدیویی که میخوایم را وارد میکنیم که زیرنویس کنیم. فرض مثال من این ویدیو رو انتخاب میکنم که میخوایم زیرنویسش کنیم. صداش قطع میکنم فعلا. بعد از ما باید مدل زبانی خود که برنامه یا ویدیوی ما به همون زبان است یا انگلیسی یا فارسی فرقی نمیکنه، همون مدل زبانی رو باید دانلود کنیم که برنامه ازش استفاده کنیم، که آفلاین هم بتونیم ازش استفاده کنیم. دو تا مدل زبانی وجود داره، یکی اوپن ای از طرف اوپن ای آی است و ویسپیر اگر تلفظش اشتباه نکنم، و یکی مدل زبانی ووسک است که ووسک برای کامپیوتر که یک مقدار ضعیف‌تر هستن بهتر است و ویسپیر یک مقدار سر سخت افزار کامپیوتر فشار بیشتری میاره. ما مدل ووسک انتخاب میکنم چون در آفلاین هم که روش زیرنویس میکنیم معمولا جواب خیلی خوب میده و مشکل برابر نمیشه. بعد از باید مدل زبانی خود رو دانلود کنیم. مدل زبانی بزرگ داریم، کوچک داریم. مثل که میبینید که مثلا از فلش کلیک میکنم 3 تا مدل زبانی رو ما دانلود کردیم تا بالا. مدل انگلیسی کوچک، انگلیسی بزرگ و فارسی کوچک. برای شما احتمالاً هیچ کدوم از اینا نیست، سر 3 نقطه کلیک میکنین، زبانی رو که میخواین از این لیست پیدا میکنین. بعد از اینکه انتخابش کردین دانلود میزنین که دانلود شد. بعد از اینکه دانلود شد در این قسمت انتخابش میکنین و این گزینه رو هم روشن میکنین که لاین‌های ما یا همون متنایی که گفته میشه را بتونن در کنار هم دیگه بچینه و تایمش فیکس باشه، یا مثلا یک جمله طولانی یک نفر میگم اون جمله رو به طور کامل نوشته کنه خودش. برای ما خیلی کمک میکنه، در زمان مصرف جویی میکنه. بعد از اون گزینه جنریت میزنیم و منتظر میمونیم که خود برنامه برای ما ویدیوی ما را کپشن برش نوشته کنه یا سابتایتل برش نوشته کنه با همون زبانی که ما میخوایم. فعلا باید منتظر باشیم تا برنامه کار خود انجام بده. بعد از اینکه زیرنویس انجام شد بچه‌ها فقط کافی است شما به سمت چپ نگاه کنید و ببینید که تمام متنایی که گفته شده رو در این قسمت برای ما نوشته کرده، تایم شروع، تایم پایان، زمانش و همچنین کلمش. همونطور که می‌بینید بچه‌ها هوش مصنوعی از نامش مشخص است، مثل انسانان است، حتما اشتباهاتی در کارشون وجود داره. پس ما باید یک بار ایره در این قسمت ببینیم ویدیو خدا که تمام زیرنویس‌ها که انجام شده درست است یا نه، یا اگر درست نبود همینجا اصلاحش کنیم یا انجامش بدیم اصلاحات شه. سر گزینه پایین کلیک میکنم که تمام متنایی که در تایمی که نوشته شده را برای ما بیاره. مثلا از قسمت اول شروع میکنیم ببینیم چی است. صدا رو پخش کنیم.
مثلا اینجا فراد میگه یا آیم اسمارت، اینجا فقط اسمارتش گرفته. شما میتونید که تایم از این قسمت رو بیشتر کنین و انتخابش کنین. زمانی که انتخاب باشه رنگش سرخ میشه. این من خودم از این گزینه استفاده میکنم. زمانی که این گزینه روشن باشه select correct subtitle when playing، زمانی که پلی باشه ویدیوی ما همون سابتایتل انتخاب میکنه که در این قسمت نشان داده میشه. خیلی کمک میکنه برام، چون اگه روشن نباشه پلی بزنیم ببین که خود سابتایتل که در اینجا است اگر انتخاب نمیکنه از زمان ما بخاطر صرف جویی میشه در رقم. اینجا میخوایم نوشته کنیم یا اسمارت، این اصلاح میکنم، این گزینه رو روشن میکنم، میگه یا ایم اسمارت، یا ایم اسمارت. بعد از اون میایم اینجا رو میبینیم چی هست. اینجا میگه نایس what is your name، همچین چیزی منظورش هست. nice and your name. ما سرعت ویدیو رو بالا میبرم که تمام از اینا زیر نویساش اوکی کنم. بچه ما زیر نویس اصلاح کردم، ولی ممکن است که ما وقتی که زیر نویس اصلاح میکنیم بعضی کلمات اشتباه نوشته کنیم یا اسپلش درست نفهمیم. ما میتونیم بریم در قسمت اسپل چک، سر گزینه اسپل چک کلیک کنیم و ببینیم که اگر اشتباه باشه این قسمت ما میتونیم تمامش هر چقدر کلماتی که در اینجا باشه را اصلاح کنیم. یک نمونهش هم برای ما میاره. مثلا ما یاره این رقم نوشته کردیم اشتباه، این میگه شاید اینی درست باشه، میتونی انتخاب کنی، دوباره سرش کلیک کنی چنجش میکنه. میتونی مثلا یاره خود اینجا تبدیل کنی، مثلا نوشته کنی یه چنجش کنی اوکی میشه. مثلا آیمه به خاطر اون نقطه که بالایش ندادیم این اشتباه فکر میکنم اگه چی از برای ما بگو. شما میتونید اصلاحش کنید، نخواستین اصلاح نمیکنید. بعد از اون ما میخوایم که نمیره مثلا انیمی سابتایتل ترجمه کنیم به فارسی. میایم در قسمت اوتو ترنسلیت، قسمت اوتو ترنسلیت انتخاب میکنیم زبان مورد نظر خود. ما با فارسی میخوایم ترجمهش کنیم، هر زبانی که دیگه شما بخواید میتونید ترجمهش کنین. انتخاب میکنین، سر ترنسلیت کلیک میکنین و منتظر میمونید. و من از اینکه سر گزینه ترنسلیت کلیک کردم برای من تمام شد تبدیل کرد به فارسی. اوکی میکنم، تمامش تبدیل شده به زیرنویس فارسی. اگر در اول ویدیو برام ما ببینیم که همین یاره ما دوباره اشتباه نوشته کردم، این انگلیسیشه برای من نشون بده، اینجا فارسیش. مثلا یاره تبدیل میکنم، اینجا اسلام میکنم، نوشته میکنم بله من باهوشم. اینجا میبینید که اشتباه نوشته کرده خوبه ولی ادامهش نوشته نکرده. نوشته میکنین که خوبه، نوشته میکنیم عالی، چیست اسم شما چیست. بعد از اینکه اصلاحش کردیم بچه تمامش که اصلاح کردیم دیگه کافی است که فقط ما زیرنویسی که انجام دادیم با فرمت SRT خروجی بگیره. فونتش اگه خواستین در اینجا تبدیل کنید شما میتونید برید در قسمت آپشن، در قسمت سیتینگ، در اینجا برین سر تول ویدیو پلیر. در این قسمت میتونید که متنی که اینجا نوشته شده را فونتش هم تغییر بدین. مثلا فونتش انتخاب کنیم عربیک سوپر مثلا ایریال انتخابش میکنیم. میتونیم اوتلاینش هم انتخاب کنیم که چه رقم باشه، اوکی کنیم، فونتش تبدیل میشه. بعد از میاییم در قسمت فایل، در قسمت سیف از ما روی دسکتاپ هم یا روی سیف میگیرم. نامش مثلا همین چیزی که هر چیزی که خودتون خواستین باشه، فرمتش هم SRT باشه. سیف میکنیم، اینم بسته میکنیم. بعد از او ببخشید وقتی که رو بسته کردین حالا هر برنامه که برای دید استفاده میکنین، من فعلا از پریمیر استفاده میکنم. در کپ کت همی کار میتونید در کپ کت هم ازش استفاده کنید. فعلا من پریمیر استفاده میکنم. برنامه پریمیر خود باز میکنیم. خب ویدیو اصلی خود وارد میکنم. ویدیوی اصلی میام فرمت SRT که ذخیره کرده بودم. خب بچه بعد از اینکه ویدیوتون داخل یک سکانس کردین میایید در قسمت از جایی که متنتون شروع میشه، سابتایتلتون شروع میشه، پلی هیدتون قرار میدین. سابتایتلتون که فایل SRT انتخاب میکنین، وارد میکنین. قسمت اول که سر سابتایتل باشه، اگه استایل خاصی داشته باشین اون رو وارد کنین. اگه نداشته باشین گزینه پلی هید پوزیشن رو هم روشن کنین که از جایی که پلی هید است سابتایتل شروع شوه یا کپشن شروع شوه. اوکی کنین، کپشن اضافه میشه. بعد از اون
تمامش انتخاب کنین. به این قسمت گرافیک اند تایتل، در این قسمت آپگرید کپشن تو گرافیک بزنین، کنترل اس بزنین اکسپت شه پروژه. بعد از اون تمامش انتخاب کنین یا نکنین فرقی نمیکنه. بعد از این قسمت گرافیک اند تایتل ریپلیس فونت تو پروژکت هم میزنین، فونتش انتخاب میکنین. تمام فونتش بعد اونجا اگه یادتون باشه ایریال انتخاب کردم، اینجا من نوشته میکنم عربیک. این فونت مورد نظر ما عربیک سوپر است، انتخاب میکنیم، اوکی میکنیم، تمامش تبدیل میشه و تمام شما خروجیتون هم میگیرین و ساب تایتل دار میشه ویدیویتون. بچه تشکر از اینکه ویدیو رو تا قسمت آخر شدید. من یک پلیلیست دارم که لینکش در بالا میمونم. آموزش پریمیر 2024 مارتون موندیم که همراه 2025 خیلی فرق نداره، میتونید برین و او ویدیو رو هم ببینید. و اگه کانال رو سابسکرایب نکنید حتما سابسکرایب کنید و لایک هم فراموش نکنید. خداحافظتان تا ویدیوی بعدی. گپ آخری که درد و یا لذت کاری باقی نمیمونه، اما شرمندگی و یا افتخارش چرا؟